دیگه ننه بابا بود بالا سرم، نیازی نبود سگ دو بزنم، لابلای آشغالا هر روز یکی تو میزد توی سرم. دلم میخواد جای تو باشم، تو دوست داشتی جای من باشی، 9 سالت باشم و مجبور بشی که به دور از خونتون باشی. اصلا بگو دور از جوناجی، باز بوی عدالت پیچید تا پول قدرت قانون برای چی؟ عدالت مرد تو این هواشی، ما هم دوست داریم قضاوت بشیم، یه بارم بیا به جا من بشین، ببین چی میگذره تو این بردگی، بعد بیاین از عدالت بگین. مشته میخوره پشت شیشه، بچه گشتگیشه، خیره میشه فوش نمیده، همین باعث میشه عقده‌ایشه، تیر خیابونا خورشیدشه، توی نقاشی گور میکشه، اون نمیخواد که بخشیدشه، تنشو میده به زنجیرشه، حالا هر چی بشه مقصره یا تقدیرشه، حاضر هر رنگی بشه تا که زندگیش ساخته بشه. اون بچه خیابونه آقای رئیس، آقای رئیس، آقای رئیس، اون فقط 9 سالشه آقای رئیس، آقای رئیس، آقای رئیس، اون پاهاش پر زخم آقای رئیس، آقای رئیس، آقای رئیس، اون فقط 9 سالشه آقای رئیس، اون فقط 9 سالشه. خفه شو صحبت نکن شما همتون یا پدرتون مریضه یا اک سرت. بچه بیا جمع کن اینو سرت. نگاه کن همه جا رو بگن که صحبت نکن، یا شما یا مادرت مریضه یا خواهرت گشته، صحبت نکن. منزلی شدی، صحبت نکن. صحبت نکن. ساکت باش. شما همتون همین مدلی هستی، ساکت باش. آقا تو رو خدا. مرکز. پدرم مریضه بابا واسه سبب بخرم خواهرم مرکز ساکت باش. وایسا. چشت کو دهنت نمقاضی کلتو نکنون تو نخوره به. من نمیدونم این مامورای شهرداری کجا شما اشغال زباله‌گر رو جمعتون کنن. ای بابا بیا پسرم ساندویچ تو بخور زود بریم مامان خیلی دیره. مامان این چیه گرفتی؟ من این دفعه قبل نگفتم از اینا دوست ندارم. میدونم قربونت برم الان دیره مامان همینو بخور باید بریم. من گفتم پیتزا. ارشین چه طرز حرف زدن با مادرت؟ پیتزا بر شما ضرر داره. من پیتزا خواستم، حالا میگفتی من بیام اونجا ببینم
چی داشتش؟ عزیزم همینه که هست، زود بخور باید حالا که بریم. اینجوری شد؟ خیلی بیادبی ارشیا. بازرگشتم؟ آره دیگه امیدم بیاد، با امید با هم دیگه میریم. خوبه؟ آره خوبه. خیلی خوبه. حالا بزن قدش. مگه کوری؟ وسط خیابون چیکار می‌کنی؟ برو گورتو بم کن تا بیشتر از این نزدمت. برو. اصلا نمیخوام. بهار جان دخترم، تو 1 ساله داری میری کلاس پیانو، جدای هزینه آموزش و خرید پیانو وقتیه که گذاشتی. من نمیتونم اجازه بدم نتیجه نگرفتی بلنشی بری یک کلاس دیگه. من اصلا قیافه استاد خوشم نمیاد. داری بهانه میگیری. تو این 1 سال قیافه استادتو ندیده بودی که الان میگه خوشم نمیاد؟ راستشو بخوای من اصلا پیانو خوشم نمیاد. من گیتار برقی دوست دارم. امکان نداره این اجازه رو بهت بدم. حالا به بابا جون میگم واسم ردیفش کنه. اگه بابات قبول کرد منم برات انجام میدم. بلند شو بریم، الان کلاس تنیس دیر میشه. پسر نگاه چیه؟ سردشه، داره از سرما مچ راست میگی، چرا سردشه؟ بدو کلاس دیر شد. کجا بریم؟ میگم سردشه. خب میگی چیکار کنیم الان؟ پتویی که پشت ماشینا رو بیاریم بندازیم روش. راست میگی، الان تو همینجا وایسا من برم پتو رو بیارم. بپر بالا دوشم بدو. بچه شروع نکنی ها.
خب ببین من هیچی عالیم نمیشه. بچه‌ها باید سر ساعت اینجا باشن. شیرفهم شد؟ بابا زر مف نزن بهت گفتم. من انقدر بهتون دارم پول میدم از سر خودت و دوستات زیادیه. حرف مف نباشه. آره ببین حرف نباشه، همینی که من گفتم. خدافظ. چه خبره اینقدر زرزر میکنین؟ چه خبره؟ شوکت خانم اومده داده اینجا دخالت میکنه تو کار ما. برای چی دخالت تو کارش میکنی؟ اولاق آقا گفته. آقا غلط کرده. آقا که کدوم خریه بابا؟ آقا گفته. گورشو گم کن بینیم بابا. گورشو گم کن از اینجا. بده بیرون. بجام بابا. شوکت خانم الان میام. شوکت خانم باد ما آماده است. 2 تا ماشین باد دادیم. کل بادمون تکمیله. الان آماده این برای باد زدن. باشه دیگه باشه. همه را بار بزنین تموم شه بره بابا. شوکت خانم چش. سلام آقا خیلی خوش اومدی آقا میگفتی یه 2 تا سیب زمینی مینداختیم تو آتیش حالشو ببری. چقدر دیر به دیر میای آقا. انقدر زبون نریز. این بارا که هنوز اینجا شنیدم شجاعتم گرد و خاک کردن. نه آقا این حرفا چیه که میزنی قربونت؟ من به بچه‌ها گفتم هماهنگ کردم بیام بردارم برن قربونت. این حرفا رو نزن. ببین من حالیم نمیشه. تا فردا صبح تمام این بالا باید بره کارخونه بازیافت. شیرفهم شد؟ بله آقا من به کامیون گفتم که بیاد آقا. چشم شاکریم. امیدوارم راست گفته باشی وگرنه از فردا دنبال یه کار دیگه واسه خودت باش. آقا برای چی آخه؟ من چیکار کردم آقا مگه؟ آقا ببین این نصرت ذلیل مرده تقصیر اونه. برای اینکه به این طوله‌ها خیلی رو میده. فقط شیگمش رو سیر میکنه. اصلا آقا آمار کار اومده پایین. تو به فکر کار خودت باش. به حساب اونم میرسم. بریم. آقا بودی آقا سایتون کم نشه آقا. سلام آقا خوش اومدید. صفا بود بفهم تو. اولا نوشته سلام و زهر مار. ثانیاً زیادی زبون نریز. حواست به این طول سگا باشه. چند روزیه که آمار زباله اومده پایین. بزن تو سرشون بیشتر کار کنن. آقا خدا هر روز میذارم تو سرشون تا درست کار کنن. این بارندگی باعث شده تا مقدار کارشون کمتر شه. قول میدم هوا که خوب شد جبران کنم. تو از این قولا زیاد دادی. یه بار دیگه تکرار بشه اخراج. آقا شما تاج سر ما. چش حتما. فقط یه مورد اگه میشه دستمزد اینا رو بدن بهشون چون همش دارن قور میزنن. غلط میکنن قور میزنن. هر کدوم ذره اضافی زد بندازش بیرون تا بفهمه یه مماز چقدر کره میده. خیلی خوب کار میکنن پولم میخوان. آقا خب اینا گناه دارن دیگه. پولم بده به خانواده‌هاشه که خیلی لنگن. آره چند روزی که برات میریزم. تو هم دیگه نیاز نیست وکیل مدافع این پاپتیا باشی. برو تو دارم ببند. کیه؟ سلام سلام خوش اومدی. بفهم تو. خیلی ممنون. میشه به امید بگید بیاد دم در؟ امید؟ یه لحظه بایستی. سلام مامان، اینجا چی کار میکنی؟ سلام مادر. خوبی پسرم؟ چی کار کنم مادر؟ چاره ای نداشتم. بابات مریضه. باید ببرمش دکتر. خب میبردیش دکتر. چرا اینجا اومدی؟ خب مادر
دکتر پول میخواد. منم که تو خونه هیچ پولی نداشتم. خیلی وقت بود ازت خبری نداشتم. گفتم بیام اینجا شاید بتونم یه پولی ازت بگیرم. کجا میری امید جان؟ صبر کن الان برمیگردم. بیا این 3000 تومان رو از آقا نصرت قرض گرفتم تا وقتی حقوقمو گرفتم بهش پس میدم. دستت درد نکنه مادر. با این سن کمت باید خرجی ما رو هم بدی. اگه پدرت بعد از اون تصادف لعنتی خونه نشین نشده بود تو الان مجبور نبودی به جای مدرسه رفتن بیای سر کار. شرمندت هم مادر. مامان جون نگران نباش، خدا بزرگه، درست میشه. به بابام سلام برسون، بگو هفته بعد میام پیشتون. الهی خیر ببینی مادر. مراقب خودت باش. متنفرم از این غریبه ها، از این دریده ها، این زمین صاف تو این وضع عجیب ما خورد شدی زیر هزینه ها. یه رو میکنم تصفیه حساب و جرم و جنایت و ظلم و فساد. قسم به سرخی چشما نمیخوام بشم گرگ روزگار. بدنم از درد و سیه ولی نمیزنم فریاد دیگه. مادرم برام فرداش میگه بابایی مریض داره از حال میره. خدایا خوب میشه حال من، کار کردن نون میشه واسه من. جواب مادر رو چی بدم، تیکه پازلم جور میشه واسه من. دیگه حتی حال گریه نی، چه برسه به این زندگی. حقم چی بوده شما بهم بگین. تاول کپ پا آسفالت سر کار، زندگی واسه ایمون نبوده غیر این. ورق بزن برگاهی دفتر و من با جارو پی برگا بگردم. واسه نون شب هر کاری کردم، والایی خستم سر پایین هر شب. اون بچه خیابون آقای رئیس، آقای رئیس، آقای رئیس. اون فقط 9 سالشه آقای رئیس، آقای رئیس، آقای رئیس. اون پاهاش پر زخم آقای رئیس، آقای رئیس، آقای رئیس. اون فقط 9 سالشه آقای رئیس، اون فقط 9 سالشه آقای رئیس.